سلام و وقت بخیر. امروز با یک محصول فوق‌العاده به نام اتو ماکان 1940 که ساخت ایرانه در خدمت شما هستیم. این اتو که در سال 2022 تولید شده ویژگی‌های بی‌نظیری داره که باعث میشه برای هر تولید کننده و کارگاه اتو کشی انتخاب عالی باشه. بریم که با هم دیگه بررسیش کنیم. اتو ماکان 1940 مجهز به سیستم خودکار بخار است که این امکان رو فراهم میکنه بدون نیاز به تنظیمات پیچیده همیشه بخار مناسب برای اتو کردن داشته باشید. این اتو به صورت پیوسته برای 1.5 ساعت بخار تولید میکنه و با ظرفیت مخزن 3.5 لیتری که داخلش داره این امکان رو میده مدت طولانی تری ازش استفاده کنید. از ویژگی‌های جالب این اتو سیستم قطع خودکار هست که در صورت استفاده نکردن برای مدت زمان طولانی به طور خودکار خاموش میشه تا هم از انرژی صرفه جویی بشه هم ایمنی بیشتری داشته باشه. این اتو با ولتاژ 220 ولت کار میکنه و یک نمایشگر عقربه‌ای دقیق داره که میتونید به راحتی تنظیماتش رو مشاهده کنید. بهتون بگم که کفی این اتو نسوزه که کمک میکنه از عمر طولانی و عملکرد بهینه دستگاه لذت ببریم. در نهایت این اتو با قدرت بخار بالا و میزان بخار خشک 70 گرم در دقیقه به شما تجربه راحت و سریع اتو کردن لباساتون میده. وزن دستگاه هم حدود 8.5 کیلوگرم است که باعث استحکام و عملکرد بهتر اون میشه. در مجموع اتو ماکان 1940 انتخابی عالی برای تولید کنندگان کارگاه است که با طراحی کاربردی و عملکرد قدرتمند میتونه بهترین نتیجه رو برای شما برمقام بیاره. یادتون نره که این اتوی اقتصادی و کاربردی رو میتونید همین الان از مجموعه امیرعلی دو با ارسال 3 روزه به تمام نقاط کشور و 1 سال خدمات پس از فروش قسطی بخرید. همین الان سفارشتون رو ثبت کنید. ممنون از نگاه زیباتون.